4 دلیل روانشناختی که چرا پلیرهای پابجی به این بازی اعتیاد پیدا میکنن. اولیش این که سیستم پاداش دوپامینه. پابجی یه سیستم پاداش متغیر داره. هر بار که کیل میگیری یا برنده میشی، مغزت یه دوز دوپامین آزاد میکنه. این دقیقاً همون سیستمی که تو قمار و شبکه‌های اجتماعی هم استفاده میشه تا تو رو بیشتر درگیر کنه. دومیش حس تعلق و تیمی بودن. وقتی توی یه اسکواد بازی میکنی، یه حس تعلق قوی ایجاد میشه. مغز ما ذاتاً اجتماعی طراحی شده و وقتی با دوستات برای بقا میجنگی، این حس شدیدتر میشه. مثلا وقتی که همکاری شما باعث بردنتون میشه. سومیش بقا و حس رقابت. پابجی فقط یه شوتر معمولی نیست، این یه بازی بقاست. مغز انسان به طور غریزی عاشق رقابت برای زنده موندن. هر مچ مثل یه چالش جدید برای بقاست که ناخودآگاه تو رو وادار میکنه که یه راند دیگه هم بازی کنی. و چهارمیش حلقه بی‌پایان و اثر فقط یه بازی دیگه. نقشه بزرگ، بازیکن‌های متفاوت و نتیجه‌های غیر قابل پیش بینی باعث میشه هر راند یه تجربه جدید باشه. اینجاست که مغز فریب میخوره و با خودش میگه فقط یه دست دیگه، و اون یه دست میتونه ساعت‌ها طول بکشه. اگه پابجی بازی میکنی، حواست به زمان باشه.